سجاد میرپوریان هستم، مسئول موکب قادة المقاومه. ما در موکب قادة المقاومه فعالیت مختلفی انجام میدیم، اما هدف اصلی موکب ایجاد شبکه‌ای از معتقدین محور مقاومت در بستر اربعین هست و برای این کار 4 گام تدارک دیدیم. اولا ظاهر غیر ایرانی رو پیدا میکنیم، ارتباطی باهاش ایجاد میشه. ثانیاً ظاهر از نظر سطح معلوماتش در حوزه اسلام ناب محمدی ارزیابی میشه. در گام سوم در حد توان و بضاعتمون ظاهر رو از نظر فرهنگی و از نظر معلوماتش در حوزه محور مقاومت اسلام ناب محمدی ارتقا میدیم و در گام آخر زمانی که ظاهر در کشور مبدأ خودش هست سعی میکنیم که باهاش ارتباطمون رو قطع نکنیم و در حد توانمون از انتشار فهم مقاومت و مضمون مقاومت پشتیبانی کنیم. البته موکب از نظر خدمات رفاهی هم کارهای خوبی انجام میده، خدمات اسکان، تغذیه، غرفه‌های درمانی و غرفه‌های متعدد دیگه‌ای که در حد توان و بضاعتمون سعی می‌کنیم به زوال حضرت ابا عبدالله خدمت کنیم. امیدواریم که بتونیم گام کوچیکی در راستای زمینه‌سازی ظهور حضرت حجت علیه السلام برداریم.